او در پشت یک دیوار سرداب یا زیرزمین بسیار نمناکی را کشف کرد که به حجره خرد راه داشت و در آن محراب و قرآن با عمر بیش از 500 سال موجود بود. دلایل قاطع بر وجود اسلام در قطعه امریکا را حداقل 4 قرن پیش از کلمب اثبات می‌کردند. عبدالله ابن یاسین مؤسس دولت مرابطون از اتلانتیک به سواحل برزیل و گیانا عبور کرده و در آنجا اسلام را نشر نموده بود. در یکی از روزهای سال 2000 میلادی یک مرد مغربی تماس مرموز از یک خانم اسپانی گرفت که او را برای بازدید از قصرش برای یک جلسه بسیار مهم دعوت میکرد. این خانم کیست و چرا محض این شخصیت مغربی را انتخاب کرد تا او را مکلف به یک مأموریت دقیق و خطرناک نماید؟ جواب از عمق تاریخ خواهد آمد. تماس گیرنده لوئیزا ایزابل آلوارز د تولدو، گرچکبانی شهر شدونا، نجیب زاده از سلاله فرماندهان ارتش و امیران بحر و حاکمان منطقه اندلوسیا بود. او در سال 1936 میلادی در شهر اشتیرولی پرتغالیا تولد شده و در کودکی به شهر شلوق اسپانیا کوچیده است. مادرش را در حالی که 10 ساله بود و پدرش را در حالی که 19 ساله بود از دست داد و در سال وفات پدرش در حالی که لباس سیاه ماتم بر تن داشت ازدواج کرد. او 4 قصر بزرگ را به ارث برد و زندگی اشرافی را تجربه کرد، اما بر ضد نظام دیکتاتوری فرانکو شورش نمود و تلخی زندان و بدرغه را چشید. اما کسی که تماس را دریافت پروفسور علی ابن منتصر کتانی رحمه الله، اولین دانشمند مغربی در مجال انرژی خورشیدی و اتمی و یکی از بزرگترین دانشمندان ساحه انرژی در عالم اسلام بود. او مؤرخ و دعوتگر بود که حیاتش را وقف دفاع از اقلیت مسلمان در سراسر جهان و تنظیم امور آنها کرده بود. او اولین دانشگاه اسلامی را پس از سقوط غرناطه تأسیس داد و آن را به نام پزشک، فقیه و فیلسوف اندلسی ابن رشد نامگذاری کرد و پیوند مسلمانان اسپانیا را با اندلسیان پراکنده در غربت به خصوص در مغرب با هدف احیای خاطره تاریخی اندلسی برقرار نمود. او بسیاری از دستنویس‌های قدیمی اندلسی را با زبان الخمیعه نوشته شده بودند ترجمه کرد و اولین کنفرانس جهانی اسلامی را برای مسلمانان اروپا و کنفرانس‌های بین المللی دیگری را تنظیم نمود و 8 مرکز اسلامی در شهرهای مختلف اسپانیا تأسیس داد. بلکه از ثمره تلاش‌های او این بود که اتحاد شهرداری‌های موسیقی را تأسیس داد که شامل 8 شهرداری بود، علاوه بر تلاش‌های دیگری که مجال در اینجا برای ذکر آن تنگ است. پروفسور علی رحمه الله با وجود خطرها دعوت را پذیرفت و با گرچکبانو در قصر نزدیک شلوقش ملاقات کرد. در آنجا گرچکبانو راز را برای او آشکار ساخت. هنگام تعمیر قصر او در پشت یک دیوار سرداب یا زیرزمین بسیار نمناکی را کشف کرد که به حجره خرد راه داشت و در آن محراب و قرآن با عمر بیش از 500 سال موجود بود و توده‌های از اسناد که تعدادشان حدود 6 میلیون سند تخمین زده می شود. قدیمترین سند آن به سال 1128 میلادی یعنی به عهد اسلامی مرابطون در مغرب برمیگشت. گرچکبانو این گنجینه ها را مرتب ساخت و آن را به یک کتابخانه سری تبدیل داد، لکن فرزندانش از این امر آگاه شدند و به خاطر طمع‌های مادی کوشش فروش آن را کردند، در حالی که او بر این عقیده بود که این اسناد ملک او نیستند بلکه ملک مردم و حافظه تاریخی اندلسی اند. از جمله این اسناد حجت‌های بودند که دلایل قاطع بر وجود اسلام در قطعه امریکا را حداقل 4 قرن پیش از کلمب اثبات می‌کردند و این مژدگانی غیر متوقع با حدس مرتبط بود که دائما دکتر علی را در پژوهش‌هایش دنبال می‌کرد. توطئه‌ای که در سال 1644 میلادی برای آزادسازی اندلوسیا از دست اسپانی‌ها جریان داشت. در آن پادشاه پرتغال بعد از استقلال کشورش و انقلاب از المریا به نام طاهر حور و موریسک‌های ربا و برای ورود به وادی کبیر نقشه کشیده بودند، علاوه بر یک شخصیت غیر منتظره که خودی گرچوگ شهر شدونا حاکم اسپانی اندلوسیا بود شرکت داشتند. چگونه نماینده حاکمیت اسپانیا در یک توطئه علیه آن شرکت میکند؟ جواب گرچکبانو تکان دهنده و غافلگیر کننده بود. او گفت زیرا اجداد من مسلمانان از خاندان قزنان بودند و اسلام خود را مخفی می داشتند. سپس او را به سرداب بود و پروفسور پس از دیدن نمازگاه و مصحف بسیار متاثر شد و 2 رکعت نماز برای طلب آمرزش و رحمت بر گرچک و شهیدان اندلوسیا گذارید که برای حفظ دین خود سختی ها را چشیده بودند. گرچکبانو از بیم خود پرده برداشت که مبادا این اسناد به دست جناح‌های افراطی بیفتد و آنها را نابود سازند، همان گونه که اسناد اندلوسی بسیاری را پیش از این نابود کرده بودند. پس دکتر علی رحمه الله توصیه داد که کتابخانه رقمی یعنی دیجیتالی شود و محتوای آن در کتاب سندنگاری گردد و این اصل و پایه کتاب مشهور او از افریقا تا آمریکا بود که در اواخر سال 2000
میلادی با زبان اسپانی نشر شد. همچنین او یک مژدگانی غیر متوقع تاریخی دیگری را آشکار ساخت و آن این است که یاسین و پدرش عبدالله ابن یاسین مؤسس دولت مرابطون از اتلانتیک به سواحل برزیل و گیانا عبور کرده و در آنجا اسلام را نشر نموده بودند و شهرهای تأسیس دادند که نام شهرهای مراکشی مانند فاس، مراکش، سلا و تلیمسان را داشتند و این امر 4 قرن پیش از آمدن اسپانی ها به این سرزمین بود. این روایت تأیید میکند که رابطه ها میان مراکش، اندلوسیا و امریکا زنده و پیوسته بودند و حمله های استیلاگران اسپانی از کشفیات نبود، بلکه ادامه جنگ آنها علیه اسلام پس از سقوط اندلوسیا بود. هدف از ملاقات گرچکبانو با پروفسور علی رحمه الله روشن بود: نجات این کتابخانه نادر اندلوسی. پس او به وی وعده حمایت و به خرج دادن نهایی تلاش خود را داد. پس از آنکه گرچکبانو تألیف کتابش را به پایان رساند و اقدامات چاپ را آغاز کرد، به یک معرکه فشارهای سیاسی و رسانه‌ای روبرو شد که هدفشان خاموش کردن او و جلوگیری از انتشار حقایقی بود که او کشف کرده بود. در این هنگام پروفسور علی ابن منتصر کتانی رحمه الله دخالت کرد و او را با دوستش پزشک اسپانی مسلمان منصور اسکودرو، رئیس شورای اسلامی اسپانیا و صاحب اولین پلتفرم رسانه‌ای اسلامی آزاد در اسپانیا توسط مجله رقمی وب اسلام آشنا کرد. اسکودرو مسئولیت حمایت از روند چاپ و فراهم آوردن پوشش مؤسسوی برای آن را به دوش گرفت. سپس دکتر علی هماهنگسازی را برای تشکیل یک ملاقات رسمی با جلالتمآب شاه محمد ششم پادشاه مغرب آغاز کرد و به فضل تلاش‌های او با 2 شخصیت برجسته مغربی یعنی دکتر عبدالکریم الخطیب و جنرال محجوبی اهردان تماس گرفت تا وقت ملاقات در 17 سپتامبر سال 2000 میلادی تعیین گردد. زیارت تاریخی از قصر شاهی در رباط صورت گرفت تا این اسناد در حضور شاه آشکار شوند و نقش تاریخی مغرب در کشف عالم نو اثبات گردد و درخواست حمایت رسمی برای حفظ این میراث مشترک اندلوسی مغربی به عمل آید. همچنین این ملاقات فرصت برای معرفی نقش دانشگاه اسلامی ابن رشد در قرطبه بود که آن را دکتر علی رحمه الله تأسیس داده بود و مناره برای احیای خاطره اسلامی اندلوسی به شمار می رفت. استقبال با گرمی زیاد و با حضور هیئتی از مسلمانان اسپانیا و در رأس آنها دوست دکتر علی جناب منصور اسکودرو انجام شد. خبر در روزنامه‌های مغربی و اسپانی پخش شد و شبکه‌های ملی آن را پخش کردند. گرچکبانو درک کرد که آنچه زیر دست دارد تنها ورق‌ها نیستند بلکه کلیدهای برای حافظه یک تمدن است. ولی تقدیر از قدم‌های او پیشی گرفت و پس در 10 اپریل سال 2001 میلادی پروفسور علی ابن منتصر کتانی رحمه الله در شرایط مرموز وفات کرد و گرچکبانو خود را در ادامه این مسیر تنها یافت. با وجود این او عقب نشینی نکرد بلکه کتابخانه خود را به یک وقف علمی تحت نام بنیاد خانه شهر شدونه تبدیل داد تا آن را از طمع‌های فرزندانش که سعی در فروش آن داشتند حفظ کند و تنها چند ساعت پیش از وفاتش فقط 11 ساعت آخرین تصمیم‌های سرنوشت‌ساز خود را گرفت و مالکیت بایگانی را به دبیران حقوقی خود واگذار کرد تا بقای آن را در دستان امین تضمین نماید. پس از آن کاتبه‌ها رقمی سازی میلیون‌ها سند را برداشت گرفت و درهای کتابخانه را برای پژوهشگران و بازدید کنندگان گشادند و بدین گونه پرده از روی حماسه‌ای که 10 سالها ادامه داشت برداشته شد و در آن تاریخ بر فراموشی غالب آمد. و امروز کتابخانه گرچکبانو شدونه همچنان در قصر اجدادی‌اش در شهر شلوق پوبرجا برای پژوهشگران و بازدید کنندگان از تمام گوشه‌های جهان باز است و شاهد بر آن است که خاطره نمی‌میرد و مادامی که کسی هست که از آن پاسبانی کند. أنا الدكتورة حسناء الشريف الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.